سرفه و گلودرد و اینا اذیتت میکنه، هر کاری میکنی نمیتونی از شرش خلاصی، بیای دمنوش بهت یاد بدم، درست کن، از شر همه این چیزا خلاص شد. تنها راه خلاص شدن از این چیزایی که بهت گفتم فقط یه چیزه، دمنوش پنیرک. بریم درستش کنیم. اینقدر پنیرک میریزین، آب جوش بریزین، 10 دقیقه یک رو دم بکشه، رنگش برمیگرده. دم کشید، بریم برای سروش. به به، عجب رنگ نازنینی داره. یه قاشق عسل هم بهش بزنیم. یه قاشق عسل هم بهش بزنیم. قاشق عسل بله. خب دمنوش پنیرک قابل خوردنه برای سرماخوردگی، گلودرد و کسایی که سرفه تو تمام فصول سال اذیتشون میکنه. این دمنوش رو درست کنن، روزی 2 تا 3 لیوان به مدت 1 ماه مصرف کنن. قطعا سرماخوردگی، گلودرد و سرفه های بد از بین میره.